روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. در چند دقیقه بعدی از دعوت مهاجران برای رفتن به جنگ در اوکراین، طلب یک سازمان حامی حقوق از پرزیدنت تاجیکستان برای رهایی فعالان بدخشانی از زندان، کمک مالی پناهجویان افغان و به تاجیکستان بردن نورسی که در سوختار در روسیه آسیب دیده بود خبر میدهیم. در مسکو مهاجران را تشویق می‌کنند که با ارتش روسیه قرارداد بسته به جنگ اوکراین بروند. در این باره برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با ارسال ورقه به خبرگزاری سوتا اطلاع دادند. در ورقه به شهروندانی از 18 تا 40 ساله کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یا اودکب پیشنهاد شده است که به ارتش روسیه بپیوندند. تبلیغگران ضمن دعوت مهاجران هدف از جنگیدن در اوکراین را مبارزه مشترک علیه ملت‌گرایان اوکراینی نامیده، پیوستن به آن را یک امکانیت خوب برای گرفتن تجربه حربی و قهرمان روسیه شدن توصیف کردند. تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس و ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی هستند. در جنگ روسیه علیه اوکراین شهروندان از کشورهای آسیای مرکزی هم جلب شدند. برخی از شهروندی این کشور را دارند و برخی هم با وعده مبلغ و امتیازهای دیگر به جنگ برده شدند. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین مطبوعات تصدیق خبری مرگ تقریباً 10 زاده تاجیکستان را یافته است. درباره تعداد عمومی کشته شده‌ها و زخمیان معلومات نیست. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه با استفاده از درون و یا پهپادهای ویرانگر به زیربنیادها از جمله شبکه‌های برقی کیف و ناحیه‌های اطراف آن ضربه زدند. رئیست نظامی حکومت کیف گفت که در حمله‌ها 2 نفر مجروح شدند و روسیه در حمله‌ها 20 پهپاد ساخت ایران را به کار برده است و سیستم دفاع هوایی اوکراین 15 عدد آن را از بین برده است. ویتالی کلیچکو رئیس شهر کیف گفت که بر اساس اطلاع مقدماتی هیچ کسی در حمله ها آسیب ندیده است، اما رئیس ولایت کیف گفت که در این شهود و خانه ها ضرر رسانیده شده است و 2 نفر هم زخمی شدند. در مدت 10 ماه تجاوز به اوکراین، روسیه با استفاده از موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران زیربنیادهای اوکراین را هدف گرفته است که آن را تلاش برای در سردی نگه داشتن و ضعیف کردن روحیه مردم این کشور می‌دانند. فدراسیای بین المللی حقوق بشر با یک مراجعتنامه باز به رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبران دیگری کشور خواسته است که 4 فعال مدنی از بدخشان را بدون قید و شرط و فوراً آزاد کنند. در این مراجعتنامه که روز 19 دکبر نشر شد آمده است باید تمام اتهامات بر ضد الفت خانم محمدشایف و فراموز ارگاشف خورسند محمدشایف و منوچهر خالق نظرف از بین برداشته شود و ادعاها درباره عذاب و شکنجه شدن خبرنگار الفت خانم محمدشایف را تحقیق کنند و گناهکاران را به جوابگری بکشند. 4 فعال مدنی از بدخشان عضو گروه جمعیتی برای تحقیق ناآرامی‌های سال 2021 در این ولایت بودند. مقامات انتظامی آنها را ماه می امسال بعد تظاهرات خونین در ولایت دستگیر کردند و به برانگیختن ناآرامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند. دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش هر 4 نفر را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. خودشان گفتند که گناه ندارند. شهرنوزه نوروزوی 10 ساله دختر یک مهاجر تاجیک که در آتش سوزی در ناحیه بیلایرسکی روسیه سخت سوخت همراه پدرش به تاجیکستان فرستاده شده است. کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ خبر داد که با کمک آنها نورس تاجیک بعد از 4 ماه معالجه در بیمارستان به تاجیکستان برده شد. او را روی کتی ویژه به وطن بردند. شهرنوزه نوروزوه دختر خردی خانواده مهاجر تاجیک است که در ولایت سوردلوفسک روسیه در یک خواجگی دهقانی کار می‌کردند. خانه آنها شب 21 سپتامبر آتش گرفت و شهرنوزه فرزند خردی خانواده آسیب جدی گرفت و چند ماه در بخش احیاگری بیمارخانه بستری بود. کنسولگری تاجیکستان روز 18 دکبر گفت که در همکاری با جمعیت تاجیکان در یکاترینبورگ به این خانواده کمک مالی و حقوقی رسانیدند. امینبک نوروزوف پدر شهرنوزه گفت تصمیم دارد طبابت را در خوجند ادامه دهد.
سازمان هلال احمر به 247 خانواده نیازمند پناهجویان افغان در تاجیکستان کمک پولی رسانیده است. در خبرنامه این سازمان که روز 19 دکبر در صفحه فیسبوکی آن نشر شد، گفته شده است این کمک‌ها در دایره یک برنامه مخصوص برای گریزه‌های افغان در دوشنبه، رودکی و وحدت داده شده است. این کمک یک دفعه نبوده به پناهندگان معیوب و سرفرزند و خانواده‌های آسیب‌پذیر و نیازمند تقدیم شده است. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، صدها ساکن این کشور به تاجیکستان فرار کردند. آنها در اینجا از وضع زندگی خود شکایت می‌کنند. در کشور بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی ثبت نام شدند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمده بودند. پناهندگان میگویند برای همیشه به تاجیکستان نآمده تلاش می‌کنند به کانادا یا یگان کشور اروپایی بروند. و حالا یک معلومات درباره قربی اسعار. قربی روبل روسی امروز 6 سومانی پایین رفته است. بانک ملی تاجیکستان قربی 1000 روبل روسی را برای امروز 20 دکبر 151 سومانی مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی را 10 سومانی و 20 درم و یک یورو به 10 سومانی و 82 درم برابر شده است. در بانک‌های تجارتی قربی اسعار خارجی میتواند فرق کند. سرخط چند خبری مهمی روز بود. خبر و گزارش‌های دیگر را بعد از 4 ساعت در اخبار آزادی پیشنهادی شما میکنیم. تا دیدار.